علیکم هموطنان عزیز. ما در شاهراه کرغان تپه کبودیان هستیم. این منطقه که بیشه پلنگان نام دارد، در همون منطقه هستیم. مردم در اینجا در استراحت هست. مثلا بسیار عجایب جایهای استراحت دارد. ببینید در این دریا با فکرم ماهی هم هست. بیشه پلنگان این یک جای ممنونگاه هست. زپاویدنیک با روسی اگر گوییم در تاجیکستان. همین قدی دریا تا او طرف شهر کرغان تپه است. اینجا بیشه پلنگان است. منه عجایب منظره دارد. باور کنید یک عجایب هستن. اینا تل و تپه های وطن ببینید. حالی باز نوار میگیریم دیگه، جاش هم حالی کمی حرکت کنیم. خاکی وطنم لاله و ریحان خوشتر. یوسف که با مصر پادشاهی میکرد، ای کاش گدا میشید و کنعان خوشتر میگه. باور که همین چولای سوختگی وطن و نایمون غریبی بهتر است. اگر که ما به قدرش برسیم بهنت کنیم. منو ببینه شاه پناه بیده خسته ای را آمدم. نگاهم مکن وقتی گناه آمدم. شاه پناهم بیده خسته ای را آمدم. نگاهم مکن غرقی گناه آمدم. راهی خراسان چنین، ماهی خراسان چنان. شاهی خراسان ببین بحری پناه آمدم. شاهی خراسانیم، رستم دستانیم. دستی مرا رد مکن، بر در شاه آمدم. بر در شاه آمدم. شاه پناهم دیده خسته ای را آمدم. نگاهم مکن غرقی گناه آمدم.